تو این شرایط جنگ چی داره بیشتر از همه اذیتت میکنه؟ قطع بودن اینترنتت، وصل نشدن فیلتر شکنت، اینکه نمیتونی ترید کنی، غم عزیزانت، یا شاید هم یه چیزی فراتر از اینا، نرسیدن به اهداف و آرزوهات، انتظاراتی که از خودت و کارت داشتی. سلام رفیق، حالت خوبه؟ آره، انتظارات. به این نتیجه خیلی جالبی تو این چند سال رسیدم، اینکه از هیچ چیزی نمیشه انتظار و توقعی داشت. ما همیشه میشینیم رویا پردازی میکنیم، میشینیم دو تا چهارتا میکنیم، میشینیم مینویسیم، حسابای چند صد هزار دلاری رو حساب میکنیم، سودشون رو حساب میکنیم، اینکه قراره به چه چیزهایی برسیم، اینکه قراره چه اتفاقاتی بیفته، همه رو مینویسیم، همه رو دائما داریم توی ذهنمون هی مرور میکنیم. ولی به نظرت تا به‌ها چند درصدشون اتفاق افتاده؟ چند درصد واقعا اون چیزی شده که تو میخواستی؟ این لحظه حال هیچ چیزی واسه اذیت کردن ما نداره. شاید چند درصد حالمون رو بد کنه، ولی اون چیزی که واقعا روی ما تأثیر میذاره، ما رو ناامید میکنه، ما رو بی انگیزه میکنه، انتظاراتیه که داشتیم، چیزهایی که نوشتیم، رویا پردازی هایی که کردیم. میای میبینی یه دفعه باهاش مواجه میشی، میبینی اصلا بابا اون چیزی نبود من فکر میکردم. شاید اصلا اتفاق نیفته. تو سالهاست داری به این فکر میکنی که من برم یه حساب پراپ بگیرم، اینقدر روش سود کنم، به این نتیجه برسم، این ماشین رو بخرم، این خونه رو بخرم، اینجوری زندگیم تغییر کنه. ولی یه دفعه میای میخوری به این شرایط. اگر خدای نکرده این شرایط بخواد پایدار باشه و ادامه پیدا کنه، اون موقع چی میشه؟ اون موقع چه جوری میخوای کار کنی؟ اون موقع چه چیزی میخواد به تو انگیزه بده؟ چه جوری بهت انگیزه بده؟ میبینی؟ دقیقا مثل باز کردن یک ترید توی لحظه است. تو معامله رو باز کردی، انتظار داری این به این سمت حرکت کنه و به تو این سود رو بده. وقتی حرکت نمیکنه، وقتی به تو اون سود رو نمیده، وقتی استاپ تو میخوره، زمانی که طبق انتظارات تو اون قیمت حرکت نکرده و اون اتفاق نیفتاده، باعث میشه تو عصبانی بشی، باعث میشه تو دوباره معامله کنی و خرابکاری کنی. راه حل چیه؟ واقعا راه حل چیه؟ خودم شخصا به این نتیجه رسیدم که از هیچ چیزی و هیچ کاری و هیچ کسی هیچ انتظار و توقعی نداشته باشم. اگر یک راهی پیدا کردم، اگر این کار رو من پیدا کردم که میدونم پتانسیل خوبی واسه پولدار شدن داره، واسه پیشرفت کردن داره، میشینم انجامش میدم. دیگه این همه رویا پردازی و این همه انتظاری که تو توی خودت به وجود میاری و نمیتونی بهشون دست پیدا کنی، اینا دیگه واسه چیه؟ بشین آقا جون کارت رو انجام بده. بشین کارت رو به بهترین شکل ممکن طبق اصول و قوانین انجامش بده. تو وقتی میای میشینی پای چارت، اگر با انتظار سود کردن بیای بشینی، اولین استاپی که میخوری باعث میشه تو خرابکاری کنی و حسابو از دست بدی. چرا؟ چون توی تو انتظارات تو تحقق نیافته عزیز من. وقتی تو چیزی طبق انتظاراتت پیش نمیره، باعث میشه احساس خشم، عصبانیت سراغت بیاد، تا که نمیتونی با این احساسات بجنگی. نمیتونی با احساساتت بجنگی. تنها راهش رها کردن چارت. دیگه حتی نمیذاره وقتی که عصبانی میشی، دیگه حتی نمیتونی معامله بعدی رو باز کنی که بخوای حالا سر به سر باشی اون روزت رو. چجوری عصبانی نشم؟ انتظار نداشته باش. از خودتو، کارتو، اتفاقی که در آینده قراره بیفته انتظاری نداشته باش. توقع نداشته باش که همه چی طبق اون چیزی که تو میخوای پیش بره. همه چی احتمالاته. زندگی واقعی ما هم، دنیای واقعی ما هم که داریم توش زندگی میکنیم، همه چیزش احتمالاته. من همین الان چقدر میتونم احتمال بدم که یک ساعت آیندم چه اتفاقی میفته؟ چند درصد؟ خب وقتی اینجوریه، من چقدر میتونم نسبت به آینده خودم انتظار داشته باشم؟ ما دائما میشینیم آینده رو توی ذهنمون تحلیل میکنیم، دائما اتفاقات رو تحلیل میکنیم، بالا و پایین میکنیم و بعد وقتی اونجوری که ما میخوایم نمیشه،
حالمون بد میشه. حالمون بد میشه آقا جون دیگه. وگرنه توی این الان، توی این لحظه چه چیزی وجود داره که واقعا حال تو رو بخواد بد کنه؟ یکم بهش فکر کن. واقعا چه چیزی وجود داره که بخواد حالت رو بد کنه؟ ولی چه چیزی در اصل داره حالت رو بد میکنه؟ اونجوری که من میخواستم پیش نرفت. من این همه نشستم نشستم کار کردم، نشستم تمرین کردم، اومدم جلو. این چه جنگی بود اتفاق افتاد؟ من تازه به سود رسیدم. این چه جنگی بود اتفاق افتاد؟ ولی تو داری کارت رو انجام میدی. جنگ میتونه تموم شه، میتونه ادامه پیدا کنه. بالاخره یه راهی واسه ادامه دادن کارت پیدا میکنی. بالاخره پیش میری. ولی این که الان بخوای به این فکر کنی که نشد، این اصلا کار درستی نیست. انتظاراتی که ما از اتفاق افتادن یک قضیه داریم، ببین 2 تا حالت داره. تو الان یه کاری رو شروع میکنی، بعد انتظار داری مثلا 1 سال 2 سال دیگه یه همچین شرایطی واسه تو پیش بیاد، یه همچین خونه‌ای داشته باشی، یه همچین ماشینی داشته باشی، به این موفقیت ها رسیده باشی. 2 تا حالت پیش میاد. اولیش این که آیا اصلا زمانی توی این 2-3 سالی که گذشت، خب زمانی که بهش میرسی اون اتفاق میفته، مثلا توی ترید موفق میشی، آیا اون حال و احساس خوبی که تو فکر میکردی رو بهت میده بعد از گذشته اون زمان؟ یه بک به گذشته بزن، ببین مثلا یه چیزی رو تو خیلی میخواستی، خیلی دوست داشتی داشته باشیش، خب اومدی بعد از 1 سال مثلا بهش رسیدی. آیا واقعا اون احساسی که اون موقع بهش فکر میکردی رو داشتی نسبت بهش؟ واقعا داشتی؟ یا اون موقع اینقدر بهش فکر کردی، اینقدر باش رویا پردازی کردی که اون دوپامینه توی ذهنت تو به صورت مصنوعی با افکارت ترشح شده و زمانی که واقعا به دستش میاری اصلا اون حالا احساس خوبی که فکر میکردی رو نداره؟ این میشه نتیجه معکوس رویا پردازی زیاد. به خاطر همین میگم آقا جون رویا پردازی نکن اینقدر. 1 بار بهش فکر کن، 1 بار به اون آزادی و آینده‌ای که میتونه به تو این کار بده فکر کن، دیگه تمام. فقط انجامش بده. Just do it. حالت دومی که پیش میاد، آیا واقعا اصلا اجل به تو مهلت میده که به اون برسی؟ پس چرا اینقدر بهش فکر میکنی؟ اصلا تو میدونی به 2 سال دیگر میرسی، توی چه شرایطی میرسی؟ اصلا شاید توی این شرایط جنگ رسیدی، شاید اصلا اجل مهلت نداد، خدای نکرده دور از جون. اون موقع چی؟ اون موقع تنها چیزی که تو از دست دادی همون لحظاتی بود که گذشت، همون 2 سالی بود که گذشت. تنها حرف من توی این کانال، باز هم میگم، اینه که ما چجوری این مسیر رو طی کنیم. آیا اشتباهاتی که من کردم، زندگیم رو گذاشتم، از هیچ لحظم، از خانوادم، از یه بیرون رفتن ساده لذت نبردم، اون اتفاق واسه تو نیفته. مسیری رو که داری پیش میری فقط مسیر رو بری، به بعدش فکر نکنی، به آیندهش فکر نکنی زیاد. بتونی از لحظاتت، از اون چیزهایی که داری واقعا لذت ببری، زندگی کنی. من حرفم همینه، اگر توی مسیر ترید داری میری، برو آقا جون. اصلا به اینم فکر نکنیم ما تو 5% میتونیم باشیم یا نه. یه کاری رو پیدا کردیم، یه پتانسیل خوبی داره، راهش رو به درستی میریم. در آینده بهت میگم چه کارهایی باید بکنیم. سابسکرایب رو بزن، لایک رو بزن، تمام راهکاراشو بهت میگم که کار درست چیه توی این کار. آیا چسبیدن بهشه؟ آیا پول کندن به ازشه؟ نه، هیچ کدوم از اینا نیست. این کار فقط طی کردن مسیره. طی کردن مسیر با حال خوب. تو زندگیت رو از دست ندی. باور کن اگر خیلی به خودت سخت بگیری، اگر زندگیت رو نابود کنی برای داشتن، واسه یه تریدر شدن، برای رسیدن به آرزوهات، زمانی که میرسی اصلا حالت خوب نیست.
اصلا هیچ چیزی برات فرق نمیکنه. فقط و فقط روزهای خوبت رو گذروندی و گذاشتی زیر پا. دیگه دنبال هیچ مهارتی نرفتی. آقا شاید اصلا قرار نباشه این کار به تو جواب بده، شاید اصلا قرار نباشه تو از این کار پولی در بیاری. خب تو این چند سال یه مهارت یاد نگرفتی؟ توی دنیای واقعی این همه تایم داری. بله میگن زمان و انرژی و تمام پتانسیل تو بذار روی یک کار. بله این خیلی درسته، بذار تمام تمرکزت رو روی ترید. ولی ترید ماهیتش اینه، واقعیتش اینه که تو با کمترین زمان بیشترین بازدهی رو داشته باشی و بیشترین درآمد رو داشته باشی. تو روزی 2-3 ساعت تمرین میخوای دیگه، اصلا مغز نمیکشه بیشتر از این پای چارت نشستن آموزش دیدن. خب بقیهش چی؟ بقیهش که میتونی توی دنیای واقعی مهارت یاد بگیری، یه کار انجام بدی، با خانوادت وقت بگذرونی. خب وقتی اینا رو انجام ندی دیگه چی از زندگی تو میخوای بفهمی؟ اگر نرسیدی چی؟ اگر نشد چی؟ همین دیگه. از مسیر لذت ببر. شاد باشی. خدا نگهدار.